خب سلام دوستان، خسته نباشین. یه موتور وسپا این دوستان داره، پشتش صندلیشو برداشتیم، میخوایم یه جا درست کنیم برای موقعی که بار میزنیم یه راحت باشیم. که چوب داشتیم اومدیم بریدیم، بعد دیدیم که کم میاریم، با چسب داریم یه تیکه کوچولو بهش میخوایم بچسبونیم. این به چه شکل میشه؟ اینجا رو چسب زدیم، اینو میذاریم بغلش و دستی رو بهش میبندیم، صرف نگرش داره تکون نخوره. خب فعلا این کار رو انجام میدیم. خب این کار رو چسب زدیم، پیش دستی بستیم که ببندیم پشت موتور این دوستم. یه پیچم البته اینجاش بستم، یه پیچم اینجاش بستم که خوب نگه داره. خب بچه ها اون چوبه که دارم درست میکنم برای اینجا میخواستم اینجا موتور بذاریم که بتونه بار بزنه ایشون. اینم برای عقبش درست میکنیم. موتور وسپا باجاجه. خب اون چوبی که واسه موتور دوستم بود گفتم میخوام درست کنیم، چوب چسبوندیم، سولاخاش هم طبق این الگو زدیم و اینکه الان دیگه بریم سوار کنیم روی موتور. خب این اینجوری بسته میشه رو اینو، حال کار کنده است. خب اینو بستیم روی موتور، کارش تمومه. حتتون اینو انجام بدیم که